اما شهرداری فلورانس با نورپردازی و سبز کردن تندیس معروف داوود اثر میکلانژ که نماد این شهر به حساب میاد، بار دیگه بر همبستگی با خواستهای مردم ایران و آنچه به نام جنبش سبز شهرت یافته تاکید کرد. در فلورانس کنسرت‌های تابستانی بسیاری هم وجود داره که به مکانی برای حمایت از این جنبش تبدیل شدن. احمد رفعت، گزارشگر صدای آمریکا در ایتالیا، در سفرش به فلورانس گزارشی در این زمینه تهیه کرده که با هم نگاه میکنیم. شهرداری فلورانس اولین نهاد مدنی در ایتالیا بود که با آویختن پارچه سبزی از ساختمان معروف پالاتزو وکیو که یکی از زیباترین بناهای این شهر به حساب می آید، همبستگی خود با جنبش موسوم به موج سبز در ایران را اعلام کرد. سه‌شنبه یکی از باغ‌های معروف این شهر که پایتخت رنسانس در اروپا به حساب می آید، باغ بوبولی، میزبان یکی از کنسرت‌های معروف ماجو فیورنتینو بود. کنسرت‌های ماجو فیورنتینو سالها پیش توسط یکی از مهمترین رهبران ارکستر جهان، زوبین مهدای پارسی تبار هندی، بنیانگذاری شد. در کنسرت سه‌شنبه شب صحنه به پارچه سبزی مزین شده بود. شرکت کنندگان در کنسرت بیش از 1000 نفر در هنگام ورود اعلامیه‌ای با نام صدایی از ایران و نوار سبزی از ایرانیان ساکن فلورانس دریافت می‌کردند. قبل از آغاز کنسرت که اپرای آیدای جوزپه وردی به رهبری روبرتو تولوملی بود، یکی از جوانان ایرانی رشته سخن را به دست گرفت و حاضرین را در جریان آنچه در این روزها در ایران اتفاق می‌افتد گذارد. مهمترین اتفاقی که سه‌شنبه در فلورانس افتاد، سبز شدن مجسمه داوود میکلانژ در میدان میکلانژ این شهر بود. Però sappiamo quanto siano importanti i simboli anche in politica. جولیانو دا امپولی، مشاور امور فرهنگی شهردار فلورانس، به صدای آمریکا میگوید ما همه میدانیم نمادها چقدر در سیاست تاثیرگذار هستند و ما را در رساندن صدای مطالباتمان یاری میرسانند. در راستای رساندن صدای مطالبات مردم ایران و حمایت از حقوق مردم این کشور و محکوم نمودن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، ما تصمیم گرفتیم پیام خود را به مجسمه داوود میکلانژ که نماد شهر فلورانس و تلاش‌های شهر ما برای به دست آوردن آزادی بود بسپاریم. جولیانو دا امپولی می‌افزاید تندیس داوود میکلانژ بزرگداشت قیام مردم در مقابل غول استبداد است و بنابراین هیچ نمادی بیش از این مجسمه نمیتوانست به عنوان نماد حمایت ما از قیام مردم ایران علیه استبداد در این کشور انتخاب شود. در شهر فلورانس قرار است در تمام کنسرت‌ها و برنامه‌های هنری تابستانی قبل از آغاز برنامه در مورد ایران و آنچه در این کشور در این روزها اتفاق می‌افتد بیانیه‌ای برای شرکت کنندگان خوانده شود.